یکی از دستوراتی که داریم و ساده ترینش هست بیا بشین از روبرو هست. ما این کار رو امروز نشونتون میدیم و به صورت عملی میبینید که یه سگ چجور یاد میگیره بیا بشین رو انجام میده. البته با زبان بدن. بعد دستورا رو اضافه میکنیم. شروع کنید خانم امیریان. دست مربی و بدنش به سگ دستور میده. خودشون دستوری به سگ نمیدن. دست کشیده میشه میاد بالا، یعنی بیا بشین. دوباره سگو میچرخونن بیا بشین. من صحبت میکنم میگم ولی کلمه‌ای و مربی نمیگه. از الان به بعد مربی خودشون شروع میکنن صحبت کردن و دستور دادن به سگ. بگید کلماتون. بیا بشین. اینجا تک فرمان سگ دستور رو انجام میده. در اصل 2 فرمان میگیره، یکی با بدن یکی با کلام. بدون کلام برید.